لبخندهایی که آغازگر زندگی مشترک یک زوج سنت شکن افغان است. زندگی را اینجا در یک ساختمان معمولی کرایی آغاز کردند. ساختمانی که یک اتاق آن را به محل بود و باش خود و 3 اتاق دیگر را به محل آموزش جوانان و کهنسالان اختصاص دادند. مهمانان این عروسی کمتر از 15 تنند، به شمول مادر عروس و پدر داماد. من خوشبختی را خودم در طلا و عروسی و مصارف بیجا نمیدونم. خوشبختی باعث می است که یک به یعنی احترام دو طرف باشه، یک زندگی آرام و آرام بخش داشته باشن. فقط بعضی خوشبختی را در طلا و در ساز و سرود و همچین چیزا میدن که ما از اینها دوری کردیم. در اینجا به جز شادی و لبخند، نظم موسیقی خبری است و آن از طلا و لباسهای قیمت‌بهای عروسی. در عروسیشان پول بیشتر مصرف نکردند و حدود 100,000 افغانی را برای ایجاد یک مرکز آموزشی هزینه کردند. هدف از مرکز آموزشی است که ما هم میتونه هر کس از طفلی که از 6 سال 7 سال و بالا تا سوادآموزی داریم برای بزرگسالان، دیگه بخشای خیاطی، انگلیسی است، خطاطی است، نقاشی است. دیگه ما مصارف عروسی خود در چی گرفتیم که حدوداً 100 نفر از خانواده‌ای که بی وضاحت است طفلایشان را برای یک ماه یا چند مدتی رایگان درس بدیم. این در حال است که محافل عروسی در افغانستان معمولاً با مصارف سنگین و کمرشکن برگزار می شوند.